درخواست تکراری جهان از طالبان اتحادیه اروپا میگوید که راه موجود انزوا و بی‌ثباتی را بیشتر میسازد. سنگرداران آزادی بیان در میدان بی سرنوشتی، خبرنگاران بی سرپناه افغانستان در پاکستان خواستار توجه هستند. حس نفرت از سیاست همسایه در ذهن یک جوان نظامی، یک جوان افغانستان بر سر اعصاب جنرال باجوا راه رفت و ادامه آتش سوزی در شمال، خسارات آتش سوزی در جوزجان افزایش یافت. به نام خدا و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 شب از آماج نیوز خوش آمدید. اتحادیه اروپا میگوید که افغانستان نباید مکان امنی برای تروریست ها و تهدیدی برای امنیت بین المللی باقی بماند. این اتحادیه در بیانیه‌ای گفت که برای ثبات و صلح پایدار در افغانستان و منطقه به مردم افغانستان متعهد است، اما گفته که این امر نیازمند یک روند سیاسی همشمول است. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که طالبان یک سال پیش تعهدهای خود با مردم افغانستان و جهان را مبنی بر حل مسالمت آمیز چند دهه جنگ را شکستند و حکومت این کشور را که بر اساس قانونی اساسی تشکیل شده بود سقوط دادند. اتحادیه اروپا میگوید که طالبان در این مدت نتوانستند یک نظام سیاسی فراگیر ایجاد کنند. در بیانیه همچنین به خشونت علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی و زنان اشاره شده و گفته که حقوق زنان و دختران به شدت نقض شده است. سازوکارهای حفاظت از زنان و دختران در برابر خشونت و ازدواج‌های اجباری نیز برچیده شده است. در این حال نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان یک روز پس از اعتراضات زنان در کابل و نیز در آستانه یک سالگی تسلط طالبان بر تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان تاکید کرده است. توماس نیکلاسون روز یکشنبه 23 اسد در توییتر گفته است که کمک اتحادیه اروپا به صلح و ثبات در افغانستان و منطقه مستلزم روند سیاسی فراگیر در این کشور است. نیکلاسون افزوده است صلح، ثبات و رفاه در افغانستان مستلزم یک فرایند سیاسی فراگیر با مشارکت کامل، برابر و معنادار همه عوام از زنان و مردان است. او همچنان بر رعایت حقوق بشر از سوی طالبان در افغانستان تاکید کرده است. این اظهارات در حالی صورت میگیرد که طالبان روز گذشته بر راهپیمایی شماری از زنان در کابل با خشونت برخورد کردند. شماری از خبرنگاران افغان که پس از روی کار آمدن طالبان به پاکستان رفتند، سالگرد سقوط دولت افغانستان را سالگرد مرگ آزادی بیان خوانده و به این مناسبت شمع افروزی کردند. در حال حاضر دهها خبرنگار افغان در پاکستان در تبعید به سر میبرند. آنان شامگاه روز شنبه 22 اسد در یک گردهمایی خواستار توجه جهان به وضعیت رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان شدند. این خبرنگاران میگویند که رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان الگو در جهان بود، اما پس از تسلط طالبان شاهد مرگ رسانه‌ها هستیم. دیگر خبرنگاران تبعید شده نیز میگویند که با سقوط کابل دستاوردهای 20 ساله افغانستان در عرصه آزادی بیان از دست رفته است. با باور آنها مرگ آزادی بیان در افغانستان یک ساله شد. این خبرنگاران می‌افزایند که پس از تسلط طالبان خبرنگاران آواره، بیکار، شکنجه و زندانی شدند. آنها تاکید می‌کنند که جامعه جهانی باید به خبرنگاران در افغانستان که هنوز هم در این کشور کار می‌کنند و سایر خبرنگارانی که از این کشور فرار کرده توجه کنند. طالبان محدودیت‌های گسترده‌ای را که علیه خبرنگاران و رسانه‌ها وضع کردند، پس از روی کار آمدن این گروه شمار زیادی از خبرنگاران افغانستان را ترک کردند. خبرنگاران افغانستان در پاکستان میگویند که جامعه جهانی خبرنگاران افغانستان را فراموش کردند. به گفته آنان صدها خبرنگار افغان در داخل و خارج از این کشور در وضعیت نامناسب قرار دارند. جمعی از همکارای ما در جمع سوگواری خبرنگاران هستیم و سوگواری رسانه‌های افغانستان هستیم که حدوداً یک سال میشه که خبرنگاران بی خانمان و بی سرنوشت در پاکستان قرار دارند و اینا با خیلی از مشکلات و چالش‌ها دست و پنجه نرم میکنند. اقدام‌های بعدی ما بسیار واضح است. وقتی ما در ناچاری قرار بگیریم، ما دست به اعتراضات گسترده‌تر خواهد زدیم. ما بسیج‌های کلانتر را شکل
شکل خود دادیم. ما حتی دست به تحسن و اعتصاب غذایی و حتی بیشتر از او تا زمانی که خواسته های ما متحقق شود، تا زمانی که جهان و نهادهای جهانی به خواسته های ما تمکین کنند، ما با پیش. تمام محدودیت ها به تمام افغانستان، به مردم افغانستان آمده، ولی زنهای افغانستان که نیمه پیکر از جامعه افغانستان تشکیل میتن متاسفانه در محدودیت قرار دارن و به خصوص خانم‌های خبرنگار که اکنون خبر دارین که 60% از ژورنالیست‌های افغان بیکار هستن که حصه زیاد او را خانم‌ها تشکیل میتن و او هم مهمتری که حتی در طرز پوشیدن لباسشان برشان محدودیت وضع شده. اونا باید با ماسک روی تصویر ظاهر شوند که متاسفانه این خیلی آزاردهنده بود و تهدیدات که بر ما وجود داشت ما مجبور شدیم که به کشور سوم فرار کنیم. یو کال په تیریدو سره چې طالبان افغانستان باندې کنټرول وکړي په ټول افغانستان باندې تر ټولو زیات زیان چې ول دی هغه د بیان ازادي و، هغه د رسنۍ وي، هغه خبريالان و، هغه ژورنالیستان تر ټولو زیات زیان و همدغه طبقه همدغه قشر د ژورنالیستان ته ورسېدی. همزمان با یک سالگی حاکمیت طالبان بر افغانستان، منصور سعادت که به تازگی از اکادمی شاهی سندهرست بریتانیا فارغ شده میگوید که آینده مبهم است، اما مبارزه در برابر طالبان جریان دارد. او در گفتگو با آماج میگوید که به دلیل هراس دشمنان از نام پنجشیر و مبارزه مسلحانه‌ای که در این ولایت در برابر طالبان وجود دارد، در مراسم فراغتش هنگامی که رئیس ستاد ارتش پاکستان از او پرسیده که از کجای افغانستان هستی، با وجودی که زادگاهش بلخ است گفته که از پنجشیر است. او میگوید وقتی جنرال باجوا در مراسم فراغت اکادمی شاهی بریتانیا اشتراک کرده بود، پرسید از کجای افغانستان هستی. اگرچه زادگاهم بلخ است اما پنجشیر تیغی برنده است بر چشمان دشمنان. گفتم از پنجشیر، دست به بازویم زد، عکس العملش دیدنی بود. او در پاسخ به پرسش خبرنگار آماج مبنی بر اینکه آیا به کشور برمیگردد یا خیر، گفته که با گروهی که 70,000 همسنگر ما را شهید ساخته، بحث برگشت به وطن و همکاری با طالبان خیانت ملی و خیانت به ارزش‌های ماست. آقای سعادت اضافه می کند با سایر همکارها و نظامیان پیشین در تماس هستیم و روی برنامه‌ریزی کار داریم که چگونه بتوانیم مبارزه مؤثر در برابر طالبان را شروع کنیم. او میگوید که طالبان گروهی تروریستی اند، به صلح و اراده مردم باور ندارند. به گفته او، مذاکرات صلح افغانستان در 20 سال گذشته نشان دهنده این بود که طالبان خواهان آشتی نیستند. در نتیجه آتش سوزی ها در مناطقی از جوزجان 150 منزل مسکونی تا اکنون تخریب شده است. آسیب دیدگان میگویند که خانه هایشان در مقابل چشمانشان حریق میگردد و امکانات کافی هم برای خاموش ساختن آن ندارند. گسترش آتش سوزی، نبود آب آشامیدنی و مواد غذایی، روستا نشینان مرادیان بالای ولسوالی فیض‌آباد جوزجان را با مشکلات فراوان مواجه ساخته است. شماری از باشندگان ولسوالی فیض‌آباد جوزجان به آماج نیوز میگویند که طی 2 هفته گذشته بیش از 1000 خانواده به شمول زنان، کودکان و کهنسالان از خانه‌هایشان آواره شدند و شمار زیادی از باشندگان این روستا خانه‌هایشان را ترک کرده و در دشت و بیابان و در مرکز شهر شبرغان ولایت جوزجان نقل مکان نمودند. به گفته منابع محلی، تا اکنون 150 منزل مسکونی در آتش سوزی ها تخریب شده است و به گفته آنان در صورتی که جلوی آتش سوزی گرفته نشود، در روزهای آینده آمار خسارات مالی بیشتر خواهد شد. همچنان زنان و مردان آواره شده میگویند که از آغاز گسترش آتش سوزی تا اکنون هیچ نهاد امداد رسان به آنان کمک ننموده است و در وضعیت بد زندگی به سر میبرند. در ولسوالی فیض‌آباد ولایت جوزجان 82 روستا وجود دارد که تمام روستا نشینان این ولسوالی از اثر آتش سوزی طبیعی وحشت زده شدند و در تلاش تخلیه خانه‌هایشان هستند. مقامات محلی طالبان در جوزجان آتش سوزی را در ولسوالی فیض‌آباد این ولایت ربط به جنیات یا شیطان میدهند. به باور والی و مسئولان امنیتی طالبان در جوزجان، شیطان و جنیات خانه‌های مسکونی این روستا نشینان را آتش میزنند. کارشناسان زمین در اداره ریاست حفاظت از محیط زیست به این باورند که احتمال می‌رود آتش سوزی به دلیل وجود چاه‌های نفت و گاز در بخش‌های از جوزجان و نیز بالا رفتن دمای هوا تا 44 و 50 درجه در روزهای اخیر رخ داده باشد. با وجودی که 1 هفته از آغاز آتش سوزی مرموز در ولایت جوزجان می‌گذرد،
و تا اکنون بیش از 150 خانه مسکونی حریق و هزاران خانواده به شمول زنان، کودکان و کهنسالان آواره شدند. مقامات طالبان در کابل هیچ گونه اقدام را برای شناسایی عوامل آتش سوزی و مهار آن انجام ندادند.